بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که جور صحتمند باشین، هر جا که هستین لباس عافیت به تن داشته باشین. سپاس از این کارهای خانگی را انجام میتین. یک دنیا تشکر از اینکه درس میخوانین. بر تک تک شما آرزوی موفقیت دارم. شاگردای عزیز، طوری که شما در جریان هستین، روز گذشته ما شما همچنان روی نکات مهم مایعات، به خصوص آمدیم روی نقطه غلیان مایعات گپ زدیم که چگونه میشه و با استفاده از حرارت چگونه میتونیم حالت سه‌گانه ماده را به هم دیگه تغییر بدیم. اینا از جمله نکات اساسی بود که در درس گذشته ما شما خواندیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. و امروز به یاری خداوند پاک میایم بحث خود از مفهوم جدیدی شروع میکنیم. به خیر جامدات مایعات خلاص کردیم، از گازات شروع میکنیم که گازات کدام مفاهیم اساسی را دارای و کدام مشخصات دارا هست. این موضوعاتی است که درس امروز ما شما را تشکیل میده. بران شاگردای عزیز، درس همچنان یک درس مهم است. لطفاً قلم و کاغذتان یادداشت آماده داشته باشین و نکات اساسی درس امروز را یادداشت بگیرید. خب شاگردای نازنین، ما شما با یاری خداوند پاک امروز از حالت دیگه مواد شروع میکنیم که به نام حالت چی میشناسیم؟ را به نام حالت گازات میشناسیم. درست است؟ گازات. خب ببینید شاگردای نازنین، حالت سوم مواد میشه که مواد در طبیعت میتونه وجود داشته باشه. اینمی حالت چی هست؟ حالت چی شاگردای؟ حالت گاز است. بعضی از نکات راجع به گازات من نمیخوایم بنویسم، شما میفهمید. مثلا شکل و حجم معین ندارن، فاصله بین مولکول‌هایش زیاد است، قوه جاذبهشان کم هست، مولکول‌هایش حرکت انتقالی داره. درسته؟ و برای یک تعامل کیمیایی بسیار مناسبه، چون گازات هم از لحاظ انرژی بسیار بالا هست، هم از لحاظ تصادم بین ذراتش. به این خاطر است که مواد برای تعامل کیمیایی بهترین حالت گاز است. بدترین حالت جامد، بهترین حالت گاز است. مایع بین البین است، یعنی از گازات کرده ضعیفتر، از جامدات کرده خوبتر هست. خب در این فصل ما هدف ما روی از این موضوعات نیست که شکل ما چطور است، مولکول های مایع چگونه است. اینی موضوعات را ما نمیخوایم در اینجا بحث کنیم. ما در حقیقت در این فصلی که یک فصل بسیار بزرگ را راجع به گازات بحث میکنیم، روی فاکتورهای اساسی گاز بحث میکنیم که گازات چگونه هست، کدام قوانین بالای از یا حاکمه و دیگه کدام نکات مهمه داره. این موضوعات است. ببین شاگرد از ما یک تقسیم بندی میخوایم علاقمند هستم که بگیرم که در داخل گاز شاگردای نازنین 3 فاکتور اساسیه یا 3 چیزی یا گاز خیلی مهمه که اگر ما 3 موضوع رو در داخل گاز بفهمیم، فکر کو که معلومات کامل راجع به یک گاز میتونیم داشته باشیم. یا به عباره دیگر خواص فیزیکی یک گاز، توصیف یک گاز به اساس 3 فاکتور صورت میگیره که یک از اون فاکتورهایی که خیلی خیلی مهمه شاگردای عزیز، این اولین فاکتور مسئله حجمه. خب حجم یک گاز بسیار مهم است که ما من بعد در گازات حجم زیر توسط سمبل وی نشان میدیم. وی را که ما میاریم نوشته میکنیم، مفهوم حجم گازات نشان میده و تعریف حجم شما میفهمین جای اشغال شده توسط یک جسم به نام حجم میگه. از طرف دیگه هر چیز از خود یک واحد اندازه‌گیری داره و در مایعات ما زیادتر حجم شاگرد عزیز به لیتر اندازه میکنیم که شما میفهمین که تقریبا 1 لیتر به اندازه چند است. 1 لیتر اگر ما از جنس چی بگیریم؟ نه 1 لیتر 3 است. 1 لیتر بخوایم بنویسیم، قیمت 1 لیتر شما میفهمین که تقریبا 1 لیتر برابر با 1000 میلی لیتر هست. درست است یا نه؟ بنابراین اولین چیزی که شما یاد بگیرین است که 1 لیتر تقریبا برابر با چند میشه؟ برابر با 1000 چی هست؟ برابر با 1000 میلی هست. پس در جریان محاسبات وقتی که ما نیاز ما شد میتونیم به جای لیتر از میلی استفاده کنیم و از لیتر اگر خواستیم به میلی تبدیل کنیم، اما لیتر ضرب 1000 که کنیم از لیتر به میلی تبدیل میشه. و گپ دیگه است که
ممکنه از متر مکعب هم گهگاه برای اندازه‌گیری حجم مایع استفاده شود که 1 متر مکعب باز برابر با 1000 لیتر میشه. 1 متر مکعب برابر با چند است؟ برابر با 1000 لیتر هست. یعنی دو نکته مهم راجع به واحدات حجم و شما شاگردان به یاد داشته باشین که ما وقتی که لیتر میخوایم به ملی تبدیل کنیم ضرب 1000 و یک زمان قرار باشه از ملی پس به لیتر تبدیل کنیم باز مجبور است تقسیم 1000 بگیریم. و گپ دیگه میست که یعنی 1 میلی تقریبا با 1 سی سی یک مساوی است. 1 میلی مساوی به 1 سی سی است و یا مساوی به 1 سانتی متر چی میشه؟ مساوی به 1 سانتی متر مکعب است. این سه قیمت ارزش یک چیز است. بنابراین اولین مفهوم که راجع به گازات مهم و اساسی است شاگردان عزیز که ما تاکید زیاد هست روی این موضوعات که در فصل بخیر ما شما روی زمین چرخی مسئله چی هست؟ مسئله حجم است و یک تذکر کوچک راجع به واحداتش. میریم سر مفهوم بعدی یا فاکتور بعدی که در داخل یک گاز مهم است شاگردان عزیز درجه حرارت گاز است. چیزی که در داخل یک گاز مهم است مفهوم چی است؟ موضوع درجه حرارت است. سعی شاگردان عزیز حرارت شما میفهمین که حرارت خو اونمو گرمی و سردی یک جسم میگه، درسته نه؟ حرارت نشان دهنده گرمی و سردی یک جسم است و درجه حرارت ما وقتی که نشان میتیم اکثرا توسط حرف تی کلان نشان میتیم که تی از تمپرچر انگلیسی است، نشان دهنده درجه حرارت میشه. در کل حرارت شما از فیزیک معلومات دارین که سه واحد اندازه‌گیری دارن، عبارت از سانتیگراد است، فارنهایت است و کلوین هست که ما زیادتر در مباحث کیمیا و قانون گازات را که قرار است این فصل بر شما معرفی کنیم از واحد کالوین استفاده میکنیم. بنابراین اگر یک زمان حرارت بر شما به سانتیگراد هم داده میشه کوشش کنین که با استفاده از این فرمول امو حرارت تانه بیارین تبدیل به چی کنین شاگردان عزیز؟ تبدیل کنین به کالوین که اینی فرمول است. امو حرارتی که به سانتیگراد داده شد جمع کنین با چند؟ جمع کنین با 273 که زمانی که جمع 273 میشه حرارت از سانتیگراد تبدیل به چی میشه؟ حرارت از سانتیگراد تبدیل به کلوین میشه، تبدیل میشه به کلوین. به این ترتیب این فرمول شما باید در خاطر داشته باشین و در موقع نیاز بتونین که دوباره مثلا پس دوباره حرارت از سانتیگراد به کلوین تبدیل کنین. مثلا ما یک زمان شما پرسان میکنم یا سوال میگه مثلا بر میخوره میگه که 25 درجه سانتیگراد مثلا 25 درجه سانتیگراد فرض مثال مساوی به چند کالوین میشه. خب شما خواستین این میره به کالوین تبدیل کنین چیکار کنین شاگردان؟ روش حلش چطور است؟ روش حلش مستقیما از این فرمول کار بگیرین، بگین که تی کالوین مساوی میشه به اینمی 25 درجه را که برای شما داده، درسته 25 درجه سانتیگراد، اینمی رو مستقیما بیارین با عدد چند جمع کنین؟ با عدد 273. در نتیجه قیمت حرارت شما به چی میبره؟ قیمت حرارت شما با کالوین میبره. تی کالوین مساوی به چند میشه؟ مساوی میشه به 290 چند درجه؟ 298 درجه کالوین. این ترتیب شما از این قانون استفاده کنین. خب و فاکتور سومی که در داخل یک گاز مهم است شاگردان عزیز مسئله چی هست؟ مسئله فشار هست. مسئله چی میشه؟ فاکتور سومی که در داخل یک گاز مهم است مسئله فشار است. خب فشار شما شاید با مفهومش آشنایی داشته باشین، قوه وارده فی واحد سطح میگه. اگر بخوایم به فرمول نشان بدیم فشار شاگردان عزیز پی مساوی به چی است؟ قوه وارده اف بر چی میگه؟ بر سطح. اگر به اس نشان بدیم فرمول فشار میشه. این حال فشار هم از خود یک واحدات معین و مشخص داره که توسط واحدات اندازه میشه که ما اگر بخوایم اینجا بر شما نشان بدم واحداتی که توسط از ما چی میکنیم؟ فشار اندازه میکنیم. واحدات چی را؟ واحدات اندازه‌گیری، واحدات اندازه‌گیری فشار. خب توسط چی ما میتونیم که فشار اندازه کنیم؟ شما شاید شنیده باشین و اکثریتتان ما مطمئن هستم که میفهمین. ما فشار توسط واحدات برام پاسکال و اتمسفر و اینی موضوعات میتونیم که اندازه کنیم. واحدات اندازه‌گیری چی شاگردان عزیز؟ واحدات اندازه‌گیری فشار. خب فشار توسط چی اندازه میشه؟ این عنوان اساسی ما شما هست یا نکته است که قرار است بخیر در اسلاید ریاضی بحث داشته باشیم. میریم روی مسئله اول شاگردان عزیز. فشار واحد اندازه‌گیریش اول واحد خیلی مشهورش اتمسفر هست.
بنان اتمسفر یا ATM برش میگه که یک اتمسفر تقریبا مساوی به چند میشه؟ مساوی است به اگر از بخوایم جنس کیلو پاسکال نوشته کنیم 3.1 اتمسفر مساوی به چند است؟ یک اتمسفر تقریبا مساوی است به اندازه 101.3 کیلو چی میه؟ 101.3 کیلو پاسکال میشه. باز از طرف دیگه شما معلومات دارین که 1 کیلو پاسکال 1000 پاسکال هم میشه. خب شاگردای عزیز، باز به می ترتیب 1 کیلو پاسکال شما از لحاظ فیزیک مطمئن هستم که معلومات دارین که باز برابر است به اندازه 1000 چی میشه؟ به اندازه 1000 پاسکال هسته. درست است؟ اینا واحداتش است که مثلا ما از معلومات که اینجا من نوشته میکنم شما میتونید یک زمان در حل مثال های فشار استفاده کنید. و از طرف دیگه یک اتمسفر برابر با چند میشه شاگردای عزیز؟ برابر میشه با 760. برابر است با اندازه چند؟ برابر است با اندازه 760 میلیمتر ستون سیماب. درست؟ میلیمتر ستون سیماب میشه که میلیمتر ستون سیماب تقریبا با طور قیمتش اردو یکسان هست. بنان میتونن بگین که یک اتمسفر برابر با 760 میلیمتر ستون سیماب میشه. درست است؟ برابر با 760 میلیمتر ستون سیماب یا برابر است با اندازه 760 چی؟ برابر است با اندازه 760 طور میشه. بنان اینا واحدات فشار هست که با استفاده از این معلومات شما میتونید فشار در موقع ضرورت به هم دیگه تبدیل کنین. خب حالا ممکنه ما یک گهگاه شاگردای عزیز در جریان محاسبات به این نیاز پیدا کنیم که مثلا بیاریم یک زمان اتمسفر، درست اتمسفر تبدیل کنیم به مثلا یک سوال میایه که نیاز است اتمسفر تبدیل شود به پاسکال. بنان یادتان باشه که با استفاده از روش تناسب میتونیم اتمسفر تبدیل پاسکال کنیم. عکسش یک زمان پاسکال میتونیم باید تبدیل به اتمسفر کنیم. خب از اتمسفر به کیلو پاسکال ضرب 101 میشه. از کیلو پاسکال اگر پس به اتمسفر کنیم تقسیم 101.3 کیلو پاسکال. با استفاده از قانون تناسب شما میتونید حل کنید. یک مثال ساده نوشته میکنیم. مثلا میگیم که شما پرسان میکنیم مثلا یک سوال است نی، میگم که 2 اتمسفر مثلا، درست نه، 2 اتمسفر مساوی به چند مثلا چی میشه؟ مساوی به چند کیلو پاسکال میشه. شما جواب از این پیدا کنید. این سوالاتی که تبدیل است شما زیادتر شاگردای عزیز باید بفهمین که از طریقه چی باید حل کنین. از طریقه تناسب حل میشه. از طریقه تناسب حل میشه. چی قسم حل میکنین؟ میگین که طوری که ما در جریان هستیم پیشتر خواندیم که یک اتمسفر دقیقاً برابر با چند است؟ برابر است به اندازه 101.3 کیلو چی؟ 101.3 کیلو پاسکال میشه. فعلا از ما چند خواسته؟ 2 اتمسفر خواسته. گفته 2 اتمسفر مساوی به چند کیلو پاسکال میشه. تناسب تشکیل میتین شاگردای عزیز. وقتی که تناسب تشکیل دادیم باز می قیمت x با استفاده از قیمت تناسب پیدا میکنین. بنان از ما خواسته که 2 اتمسفر مساوی به چند کیلو پاسکال است، ایر x میگیم. خب به این ترتیب شاگردای عزیز می تناسب تشکیل میکنیم، قیمت x پیدا میشه. قیمت x مساوی میشه به ای در مخرج میره، باز روداری مجهول همیشه در مخرج میره. ای می طرفین وسطین میشنی، می دی ضرب میشه. برانی در مخرج میره، ایش در صورت میه، ای در مخرج اتمسفر با اتمسفر خلاص میشه. تنها 2 میمونه که 2 ضرب این عدد کنیم قیمت x پیدا میشه. پس قیمت x ما اگر پیدا کنیم 2 ضرب 3 میشه به اندازه 6. اشاریه را خودش بریم. 2 ضرب 1 میشه 2، 2 ضرب 0 پس میشه 2، 2 ضرب 1 پس میشه 2. 202.6 چی شد؟ 202.6 کیلو پاسکال. بنابراین از این روش ها یا با استفاده از این نوع محاسبات شما میتونین که چه کار کنین؟ بیاین چی را تبدیل کنین به هم دیگه. فشار را تبدیل کنین به از اتمسفر به کیلو پاسکال، از کیلو پاسکال به اتمسفر و به ترتیب اگر نیاز شه و میلیمتر ستونی سیماب که در جریان حل سوالات گازات امکان داره ما از این سوالات بر بخوریم. بنابراین ممکنه اینا را حل کنیم. شما بنان واحدات باید در ذهنتان باشه و روش تبدیلش هم بفهمین که چگونه حل میشه. خب به ترتیب شاگردای عزیز به ختم درس امروز میرسیم. امیدوارم برای شما مفید و موثر واقع شده باشه و میایم یک مختصر تکرار میکنیم که چه چیزی را امروز ما شما خواندیم.
بحث خود از گازات شروع کردیم. گفتیم 3 فاکتور در داخل گاز مهم است: حجم است، حرارت است، فشار هست. واحدات حجم این چیزا هستن و حرارت به سانتیگراد کلوین فارنهایت ما اندازه میکنیم. در کیمیا یا در قانون گازات باید حرارت از جنس کلوین استفاده شود. بران اگر در جریان حل سوالات به سانتیگراد هم باشه، با استفاده از رابطه ما باید حرارت را به کلوین تبدیل کنیم. مفهوم بعدی فشار هست. فشار قوه وارده فی واحد سطح میگه و واحدات اندازه‌گیریش هم اینی موضوعات میشه که 1 اتمسفر 1.3 کیلوپاسکال و 1 کیلوپاسکال هم به 1000 پاسکال هست یا 760 میلی متر ستون سیماب که برابر به 760 تور میه. خب طریقه با استفاده از این موضوعات میتونیم اینا رو به هم دیگه چه کنیم؟ تبدیل کنیم که یک مثال هم اینجا برای شما حل کردیم. شاگردای شما من حیث کار خانگیتان لطفاً این یادداشت بگیرین. اینمی 4 اتمسفره، درسته؟ نه 4 اتمسفره. وظیفه خانگی شما چی است؟ برین 4 اتمسفر را تبدیل کنین به چند چیز. یک، اول ایره از جنس کیلوپاسکال پیدا کنین که 4 اتمسفر به اندازه چند کیلوپاسکال میشه. دوم، ایره برین از جنس میلی متر ستون سیماب پیدا کنین. درسته؟ این کار خانگی هست. از جنس چی پیدا کنین؟ از جنس میلی متر ستون سیماب پیدا کنین که امی 4 اتمسفر چند میلی متر ستون سیماب میشه. درسته؟ چند میلی متر ستون چی میشه؟ ستون سیماب میشه. و این موضوع یک سوال اول باشه و در قسمت سوال دوم هم کار خانگی شما است شاگرد عزیز که پیدا کنین که 1520 تور درسته؟ 1520 تور مساوی به چند اتمسفر هست. این دو سوال کار خانگی شما از تبدیل وحدات فشار هسته و یک سوال دیگر هم از تبدیل حرارت بگیرین که پیدا کنین که 300 درجه سانتیگراد، درسته؟ 300 درجه سانتیگراد مساوی به چند کلوین میشه. این 3 سوال حل کنین به حیث کار خانگیتون که روز بعدی در تبدیل وحدات ان شاء الله تعالی شما دیگه مشکل نداشته باشین و بتونین قانون گازات درست بفهمین. خب با این ترتیب به ختم درس امروز میرسیم. بر تک تک شما آرزوی موفقیت دارم. تا درس بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.